این هم روز و حال سلطان عاشق ما که به این روز حال افتاده. و اگر هم شد هم تو بریم ما را یک چکر ببری به خانه خود ببینیم. چند سوالات ما اینجا طرح کردیم، باید به سوالات ما پاسخ بدین، درست است؟ بچه شب چرا؟ خب عاشق صاحب از این بگوین که زندگی در این تو یک وضعیت چطور میگذره برای شما؟ تایی که میبینم آها. یعنی یالات هست میبینم عملیات شدیم. خب یکی از گزارش ها گفته بودین که ما دختر خدا به گرو دادیم چون وضعیت خراب بود، خیلی وضعیتتان. باز چطور شده این مسئله دختر شما یا تا فعلا در گرو است یا که پس گرفتینش؟ حال فعلا شما تصمیم کدام ترانه آهنگ در آینده دارین که بخوانین یا چی؟ سلام وطنداران گلم، خوش آمدید. محمد شاه محمدی هستم در این برنامه در خدمت شما. هموطنان عزیز، امروز قصد داریم بخیر بریم به طرف سیروی علاودین. انشالله ما را دنبال بکنین و چینل گل توته سابسکرایب کنین، لایک کنین. دوستان عزیز، منتظر موتر هستم انشالله که یک موتر پیدا شود بگیریم بریم به طرف سیروی علاودین. انشالله با ما باشین و برنامه را تا آخر بیننده باشین. سلام علیکم. سلام علیکم برادر. جور بخیر. بس بخیر جان. خوب هستی؟ بخیر. خب دوستای عزیز، سلطان عاشق گیر کردیم اینجا. چی میکنی او بدر اینجا؟ خوب است؟ تکسیوانی میکنه دیگه چیکنه ما. تکسیوانی میکنی؟ والله تکسیوانی میکنه. خب ما را تا سیروی علاودین چند میبری؟ تر سره علاودین پروانه داره با تو 300 میبرم با هیچ وقت نیست. بدر قیمت میگی 300. والله تل قیمت است دیگه. هم یک نیم ساعت سایسته یک قدم راسته. سایس هیچ گپ نیست، بالاش مشکل نداره. خب هموطنان گلم، بازم خسته نباشید. امرای سلطان عاشق هستیم فعلا. امرای عاشق صاحب صحبت های می داشته باشیم. فعلا داخل موترش هستیم. در یک قسمت را آمدیم که موترش فکر کنم مشکل داره، با مشکل مواجه شده. اینجا پیش مستری موتر جور میکنیم انشالله. انشالله با هم صحبت های هم می داشته باشیم. ما را دنبال کنیم. حالی هم آمدیم مستری را آوردیم و ببینیم که موتر عاشق صاحب چه شده و چه مشکل داره. موتر اینجا جور نشد. حالا میریم امی تو پیش کسی که امی گاز یار جور میکنه، پیش از اونا میریم ما را همراهی کنن دیگه. فعلا اینجا ما بند موندیم همراه سلطان جان. امی تو میریم دیگه با پیش، انشالله ما را بیننده باشیم. عاشق صاحب عزیز، بر ما ایره بگو که این موتر چه مشکل داره و چقدر وقت میشه که مشکل پیدا کرده؟ والا که راست بگویم زیاد وقت میشه، یا تقریبا یک ماه میشه یا کلی ماه که هیچ کار نمیکنه، که هرچی بس پیدا میکنم سر زی مصرف میشه، هیچ فایدهش سر ما نمیرسه. ما چی کنم کدام کار کنم؟ این موتر که هستم مشکلش نمیشه که 40,000 دیگه مردم ادا کردم، 60,000ش مونده. اون مردم هم میگه بیادم که پیسه مرا نمیده، اما موتر بده با مشکل ما حل کن. برای ما بگوین که روز چند موتر شما کار میکنین، پیدا میکنین؟ خدا کار چی پیدا میکنم، اون مشکلش سر مشکل اهل است که من میرم که تل میدازم از پیش روی شما 300 روپیه برش میندازم
که چه مشکل است. باش که همیشه پرسان کنیم هموطنان عزیز دیم با تانگ تیل آمدیم. اما دلار باشه وقتی سیز بولماز خب بینندای عزیز، این هم روز و حال سلطان عاشق ما که به این روز حال افتاده. موترش عوارض پیدا کرده تقریبا که مدت 1 ماه می شود که موتر به این مشکل مواجه است. دیگه حالا آوردیمش پیش مستری که را جور بکنه. دیگه انشالله خدا کنه که جور شوه. دوستای عزیز، موتر عاشق صاحبم دیگه جور و تیار شد. انشالله همیتو میریم دیگه با عاشق صاحب. یک تشکری از خلیفه میکنیم. نامتون چی است خلیفه؟ نیک محمد. نیک محمد جان. اینجا کاروبارتون دیگه مستریگری است؟ نه حساب گاز ال پی جی است. مخصوص گاز. مخصوص گاز است. تشکری میکنیم از شما که شما موتر عاشق صاحب جور کردید. چیش دود میکنم؟ مشکل ماشین باشه. مشکل ماشین است. می خو نمیفهمم نه استاد. ریز بده. ماشینش یکم مبلغ میخواد. خب عاشق صاحب، اینجا زیاد وقت ما همراه تو هم تیر شد. وقت ما را گرفتی. حالا دیگه مجبور هستیم که تا آخر برنامه دیگه با ما باشی دیگه. و اگر هم شد هم تو بریم ما را یک چکر ببری به خانه خود ببینیم امی سیستم زندگی تا که چه قسم زندگیتان تیر میشه عاشق صاحب. مشکلتان خوب است که از پیش من شما پرسان کردم. بسیار خوب. تو به خدا تو باور بکن که مشکلات ما بسیار زیاد است نه؟ دیگه می خیری برسرت عطا است که موتر به ما داد. بسیار تشکر از پیش میکنم. بسیار از پیش خوش هستم. و بعد ما موتر ذره کم مشکل داره که مشکلش حل شود. بس خداوند مهربان است که جور انشالله یک کار میکنین که مشکلش حل شود. درست؟ مشکلش حل شود. دیگه ما از پیش افغانای خود، از پیش مردم خود، از پیش مردم که در خارج از داخل افغانستان است، بهار خارج از دیگه ما از پیششان بسیار خوش می باشم. دیگه ما را فراموش نکنن که در این تکسیمانی هم یک قطر کاربار نیست که ما بگوییم که والا کاربار است. میفهمم هموطنان عزیز. گفته عاشق صاحب این امیال خودتان دیدین تصویرهایی را که موتر از این خراب بود، باز موتر از این را بردیم جور کردیم. حالا همینطور میریم همراهش هستیم. انشالله از زندگیش معلومات می داشته باشیم که چی کار میکنه و از چی وقت ایتو شد، چی مشکل باعث شد که باید یک روز بیفته. عاشق صاحب و خودش یک هنرمند بود و شاگردای هم داشت. ولی عاشق صاحب و علمی مشکل است. ما شکر الحمدلله ما 12 دانه شاگرد داشته بودم. دیگه 12 دانه شاگرد داشته بودم. شاگردای ما بسیار پیشرفت میکرد. ما همینطور خماق و شاگردای ما بسیار کاروبار ماجور بود، زندگی ماجور بود، مشکلات ما برابر بود. دیگه مشکلات ما نداشته بودیم که بگوییم که ولای تراسی آوردن. خب امروز که سر ما مادر روز که با خدا تو باور بکنیم می تاکسی والی میکنم اما مصرف که پیدا میکنم سر موتر میتونم. از چند سالگی رو به هنر آوردین شما؟ چند ساله بودین که هنرمند؟ ساله بودن که هنرمندی رو شروع کردم. خب هنرمندی ای تو در فامیل هم کسی از شما بود هنرمند یا نه؟ اما تو شما شوقی دیگه هنرمند شدین؟ ما خودم شوقی هنرمند بودم. بله. از کجا شروع کردین؟ از کدام ولایت هنره؟ از قندهار. بازمون آمدین بخیر به طرف ما دیگه به کابل. چاره قنبر. بیا آجی صاحب بیا.
خب عاشق صاحب بازی بگوین که می کرا با کرایه 20 افغانی است یا که شما مثل دیگه راننده ها 30 افغانی میگیرین چه قسم؟ والا زیاد مردم است که پیسه نداره مفت 20 میبرین؟ روپیه میده زیاد مردم نداره میگه پایین میشه سلطان جان نداره ما میگم برو دیگه که خداوند سر ما یه حالات ورده دیگه سر کل افغان است دیگه میته حالات است دیگه ما فکر نکردم که والا سر یک تانه سر ما آمده یه فکر ما نمیکنم سر کل افغان اومده یک چیز دیگه را برای وطندارای ما بگوین عاشق صاحب که از این پیش که موتر نبود شما چی کار میکردین؟ یا مصروفیت داشتین یا نداشتین؟ نه بیکار بدم بیادر بیکار بدم دیگه مش کاربر نبود دیگه خب خب انشالله تا میشه چی؟ باش کاجی صاحب تا کن خیر برید خب بینندای عزیز ما فعلا آمدیم به چهارراهی قنبر با عاشق صاحب میریم به طرف خانهش عاشق صاحب هم برای ما گفتن که خانه چقدر راسته چند دقیقه راست که از اینجا بریم تا خانه را عاشق صاحب 10 دقیقه راست دیگه 10 دقیقه پیاده بله خب 10 دقیقه پیاده روی داره انشالله ما را دنبال بکنین خب میریم امو تو بیننده به طرف خانه عاشق صاحب که ببینیم از روز و حال و احوالش چه روز و روزگار دارن دوستای عزیز فعلا ما در کوچه سلطان عاشق قرار داریم در کوچه شون که خیلی یک وضعیت خراب است شما میتونین ببینین همین میریم با پیش با داخل خلاص کد یعنی تو این خانه ما است دیگه مشکلات خانه همینجاست؟ یعنی مثلا که یا میلم با بخیر والا وضعیت خیلی خراب است والا وضعیت خراب است برو به دروازه رو واس بینندای عزیز همین تو میریم به داخل خود خانه سلطان عاشق همونجا انشالله با هم صحبت های می داشته باشیم دیگه برو به دروازه رو واس دنبال کنین ما را بازم هموطنان عزیز بازم سلام آمدیم به داخل خانه سلطان عاشق وضعیتش دیدیم وضعیت خانه رو دیدیم اینجا بسیار در یک وضعیت خیلی دشوار زندگی میکنه عاشق صاحب خب عاشق صاحب چند سوالات ما اینجا طرح کردیم باید با سوالات ما پاسخ بدین درست است؟ بچه چرا خب عاشق صاحب از این بگوین که زندگی در این تو یک وضعیت چطور میگذره برای شما؟ دیگه بس روز از خداوند تیر میکنه دیگه تا روز دیگه ما چی بگویم برای شما ما پلان که از زندگی حالات خود سعی میکنم بعض ما سر هر حالات شکر باید بکشم ناشکری باید نکنیم نه دیگه که زندگی رو ما میبینیم بسیار یک سخت در زندگی خانه دشوار و سخت است بسیار سخت است دیگه دیگه خارج باشه سگ خارجی در رقم زندگی نمیکنه این خلا یک افغان شما خب بیا خداوند شما را کمک کنه و هموطنان ما اگر کسایی که کمک میکنن میتونن شما دست عاشق صاحب بگیرین خب عاشق صاحب از این بگوین که چطور شما
امی تخلص خود عاشق ماندین کدام قومتان عاشق است یا که قبیله نامش عاشق بوده که شما تخلص عاشق ماندین یا که نیمو تو شوقی ماندین؟ نه ما خود سلطان بود خود ما بدل کردم تخلص ما عاشق است. خب اول تخلص دیگه داشتین؟ بله تخلص ما وقت بود سلطان عاجز. سلطان عاجز عاجز تخلص میکرد. بله. باز چطور شد که شما عاشق تخلص کردین؟ دیگه ما وقت سر وطن که عاشق بودم وطن خدا بسیار دوست دارم. سر وطن خدا عاشق هستم که ما هیچ وقت وطن خدا ما فراموش نمیکنم. ما خودم ترکیه رفتم، ایران رفتم، پس آمدم افغانستان. چی وقت رفتین ترکیه و ایران؟ اول که دیگه 3 روز 4 روز ما تیر شد دیگه ما رفتم. خو یعنی که بعد از اینکه هنر کنار ماندین و رفتین در مسافری دیگه خدا مسافر شدین؟ مسافر شدیم دیگه در ایران یک ماه تیر کردیم. دیگه در ترکیه یک 15 روز تیر کردیم، پس افغانستان آمدیم دیگه. بسیار یک کشور بسیار غم داشته بود، تکلیف داشته بود دیگه. فهمید دیگه ما بسیار مشکلات های ما زیاد بود دیگه که فکر خودم میکنم که بسیار درد و دل خود قدیم مردم ما شریک کنم دیگه. بعد مردم ببینه که چرا کم حالات است، چرا کم مشکل. خب چطور گذشت مسافریا در دیار غربت؟ والا بس بخیر تیر شد دیگه. بسیار مشکلات زیاد بود، تکلیف و غمش زیاد سری خود تیر کردیم. قدر وطن دیگه سرتان زد؟ دیگه ما که میرفتیم مردم میگفت سعی کنین وطن خود شما جور نمیتونین دیگه، چرا کم بری ما وطن ما را شما چرا کم نه وطن ما رو چه قسم جور میکنه؟ دیگه ما گفتم که وطن ما خدا پاک امر کنه که جور شوه، ما که وطن ما آباد شوه، زندگی ما آباد شوه. ما با وطن شما هیچ ضرورت نداریم، نه ما با وطن شما میایم، نه ما وطن شما را ما دوست داریم. خو خیر است که امروز ما مجبور شدیم میره کم مجبوری سری ما آمده دیگه. خب از این گفتین که 15 روز خب گفتین که 15 روز در ترکیه بودین، چه باعث شد که پس به وطن برگشتین شما؟ دیگه با رفتم دیگه با ترکیه که رفتم کار نبود، که روزگار نبود دیگه، بسیار تکلیفاش زیاد بود دیگه، نشد کاربار نمیشد. باز کار ثقیل بود البته، کار کردن نتونستین دیگه، کس نمیماند، لب سرک دولت نمیماند دیگه مردم. خود شما دوباره خودتان برگشتین یا که دیپورت شدن چه قسم؟ ما خودم برگشتم، برآمدم گفتم وطن خود برم، در وطن خود کار بار کنم، زندگی خود پیش ببرم. که ما وطن خود آمدم گفتم مردم میرم کاروبارم به من نمیته، زندگیم کار نمیتن دیگه، نمیته، مشکلات ما زیاد است دیگه. یک موتر که خیری برسط به ما داده دیگه، بسیار تشکر پیشش میکنم کدام مردم که کاری که خانه‌شان بعد بسیار خوش هستم. خب عاشق صاحب از زندگی شخصیتان بر ما بگوین که در زندگی شخصی شما چند خانم دارین؟ چند فارسی کردین؟ ما خو وقت 3 عروسی داشته بودم. 3 دانه یعنی عروسی کردین؟ بله، یکیش مرد، یکیش زنده باشه کل مسلمان، یکیش علاج کنم، یکیش مونده دیگه. و هم دیگه از یکیش جدا شدین؟ نه امو گفتی علاج کردین؟ علاج کردم دیگه، به درد نمیخوره بسیار. چی وقت علاج کردین؟ تقریبا یک 5 سال میشه. 5 سال میشه. خب حالا فعلا دیگه از این خانم فعلیتان که است همراهتان چند فرزند دارین؟ ما یعنی یک بچه ماست، یک دخترم هست. ماشاءالله 2 دانه. خب ما میخوایم که از پیش کدام وزیرا وکیلا کدام مردم که در خارج است، که داخل افغانستان است، باید ما را دست ما را بگیره، اولاد ما را بگیره، اولاد ما را مکتب روان کنن، درس روان کنن، یک مدرسه روان کنن که در حالات برسن. و از ما هیچ چیز جور نشد دیگه. ما میخوایم که اولاد خود سر در حالات برسن، در زندگی خود برسن. مشکلات اولاد ما صبح نگویه که اولاد ما که والا پدر تو خود ما ظلم کردی، مکتب سر ما نخوند، درس نخوند. خب عاشق صاحب از این بگوین که شما بحث آمد سر فرزند، ما در رسانه ها دیدم خودم شخصا که شما در یکی از گزارش ها گفته بودین که ما دختر خود به گرو دادیم
چون وضعیت خراب بود خیلی وضعیتتان. باز چطور شد این مسئله دختر شما یا تا فعلا در گرو است یا که پس گرفتینش؟ نه دیگه تالا خو فعلا قرضای مردم سر ما است دیگه 60000 روپیه سر ما قرض است دیگه می 60000 پیش که خلاص شو بخیر خوبی دیگه بس آرام میشم دیگه من کار خود ادامه میتونم. خب یعنی گفتم دختر از گرو خلاص کردن دختر که تا نه؟ نه گرو خو مانده خود تالا مانده 60000 روپیه مانده. خب یه چطور شما تونستین گرو دادن؟ خب میفهمین که اولادم چقدر شیرین است. این خو گپ صحیح است. ما خودم عملیات شده بودم. مریض بودین؟ خب مریض بودم عملیات شده بودم دیگه عملیات شده بودم اشتکای مریض بود دیگه شفاخانه بودم مثلا پیسه که بس سر مشکلات خود دولت خود خلاص کرد. و می خاطر گرو مونده. کس که باور نمیکنه مردم میگه که والا این تر مشکل است نه چای کو میبینه. یعنی یا الله تاس میبینه. عملیات شدیم. خب این چی مشکل داشتین اینجا؟ ما این مشکل داشتم که بسیار مشکلات ما زیاد بود. ما که نان میخورم یا میخوردم بسیار سر وقت تکلیف تر میشد که مرا در مرگ حالات میرسید. مشکل گرده داشتن؟ مشکل گرده داشت دیگه اینجا بسیار کس نمیتوان که مرا عملیات کنه. باز دیگه کوشش کردن مردم دیگه که مشکل ما بسیار سخت مشکل بود دیگه مشکل ما بسیار خوب است که سریع. حالا از این مثلا که دخترتان به گرو دادن گفتین 60000 از نفر باقی است؟ 60000 باقی است که میارم خلاص کنم بخیر. دخترکتون چند ساله است که گرو دادن ایرا؟ این دیگه 8 ماه 7 ماه می باشه دیگه بخیر. 8 ماه 7 ماه. خیره بر دوستا دادن یا کسایی که بر کسی که دادن ایرا میشناسین نمیشناسین؟ او خو تراست دیگه پلال خو افغانستان بود دیگه ایران رفته اختار میته که بیادرش میره که مشکلات ما گفتم تو از خیش قوم خودت است نفر یا بیگانه است؟ نه از خیش قوم خودی ما است. پلا من در جلال آباد زندگی میکنم. حالا تا جلال آباد است؟ از ما خو خیلی ما که جلال آبادی است. حالا دخترک شاید دیگه کلان هم شده باشه دیگه میچم بسیار لاغر شده دیگه زندگی دیگه لاغر شده خب بتر چاق هم نشده از وقت دیگه خوب است استا دیگه چاق میشه. تو دلتنگ چیزی نمیشه پشتش عاشق صاحب؟ دیگه که دلتنگ شوم هیچ زوری ما نمیرسه که نشم هم زوری ما نمیرسه دیگه اون خودتان میفهمین دیگه مشکلات های ما که هر مردم فکر میکنه که والا سلطان چه آرام خوش زندگی داشته میباشه. خب زندگی ما بسیار سخت است. سر هر مسلمان خدای روز نداره. واقعا از امو چی میگن لحاظ ظاهری معلوم میشه که زندگی مشکل رسیده. تو یک جای هموطنان عزیز سلطان عاشق صاحب زندگی میکنن که خودتان میبینید در تصویر هیچ قابل زندگی کردن نیست. خب عاشق صاحب ما را واقعا ما جگرخون شدیم. زنده میخواد است که ببینید اینمی چوب اینمی بخاری را و هم یک نفر دیگه برام گرفت گفت بگی میره اولاد شب همینجا میخوابین همینجا؟ اینمی احساس اینجا پلاستیک گرفتیم دیگه اون بیا خست میبینید مشکل دیگه مشکل است دیگه صبحی که بخیزی یا شب خواب بشه قیاق هست که خانه را بگی یخ انداخته باشه بخیر انداخته. خب در رسانه ها پیش در دوران جمهوریت بر ما گفته بودن که شما عاشق بودین، عاشقی کردین یا واقعیت داره یا نه؟ عاشقی گرفتم خب ما از خاطر اول شما رو گفتم که ما زنده شده بودم یکی لیلا کنم یکی مو خدا بیامرزش قیقل مسلم یکیش گرفتیم ما جلال آبادی از عاشقی گرفتیم میشه. خود عاشقی گرفتین جلال آبادی را؟ اینی که شما اعلام کردین ایراد عاشقی نگرفته بودین؟ نه با خوش پدری که خود گرفته بود. خب عاشق صاحب از زندگی فعلی خود گفتین و بیننده های ما با گپای شما گوش دادن. خب عاشق صاحب را بگوین که در گذشته چطور زندگی داشتین؟ آیا دمی تو حالت بودین؟ دمی خانه ها زندگی میکردین یا که نه یک زندگی خوب داشتین؟ چه قسم میشه معلومات بتین برام؟ والا خوب گپ زدی. ما یک زندگی گرم زندگی داشته بودم که بسیار خوب زندگی داشته بودم. خوب حالاتم پیش میرفت زندگیم پیش میرفت معیشت تا بود دیگه زندگی بود دیگه پیسه داشته بودم. ما در 2 سال ما زندگی کردم تا ما با کس نگفتم که تو 1 روپیه با ما بیتی 10 روپیه بیتی
خود در طاقت خود پیدا میکنه، در طاقت خود مصرف میکنه. بله. دیگه یه بروز که سر ما آمده خانه ما خانه خود سر خود رفته بودم از طرف که من خانه ما را دزا زده بود. دیگه کمی قناعت داشته بودم که اولاد خود از خب این تو یک مسئله است که شما پول داشتین، پیسه داشتین، یعنی که از شما را پول و پیسه تان دزد برده موتور است. کلش برن دیگه. چقدر پیسه داشتین در خانه که دزد؟ دیگه چه بگم منوال که سعی میکنه دیگه چه بگم برتان دیگه. امی قد داشته بودم از گور از کپن بود دیگه. خب عاشق صاحب ایرا بگوین برای ما که فعلا که در اینجا زندگی میکنن در یولی، در اینجا شما چند فامیل زندگی میکنین؟ ما خودم یک فامیل هستم. او طرف پدر و مادر ما است. خب پدر و مادرم همراه شما زندگی میکنن؟ وا قدیما نمیکنه. او طرف ما هستم دروازه خدا واس کردم که وا ببینم. و دیگه ما میخوایم او طرف پدر ما است. یک دفعه ما خو زندگی یک چند روز پیش در خیل زندگی میکردم. خب اونجا خانه داشته بودم. دیگه اونجا پس مرا لنجه سر جور شد، لنجه ما شد. دیگه مردم سر بام بالا میشد. دیگه ما گفتم که بالا نشد سر بام. مشکل میشه که سر بام بالا نشد. سیاسره است. یعنی وضو میخوانم. دست میکنه نه؟ یعنی تاشم میره مشکل است. یک سیاسره سر لوت چشته می باشد. تو سر بام بالا میشه سر خود. دیگه بعد است. دیگه از زمین لنجه ما بود دیگه ما مادم باز پس در چرکم بر پدرم زن زد. یک چیز اینجا یادم آمد، امی افغانای ما که مثلا داخل کشور زندگی میکنن این همین نزاکت ها را باید در نظر بگیرن. فکرت است عاشق صاحب که مثلا در جای همسایه مثل فامیل خود انسان می باشه. بله. که بهتر به می کارا رو نکنن سر بام و دورسی و دروازه و بهتر سیل کردن و اینا نه. هزار رقم با سیاسر هستن در خود مثلا صحن اولی گشت و گذار میکنن، باز میشن گفته خودت وضو میگیرن، نماز میخوانن. اینمی را متوجه باشن دیگه همین نزاکت در نظر بگیرن. در نظر وقتی که شما هنرمندی را ترک کردین، رها کردین، حال فعلا شما تصمیم کدام ترانه آهنگ در آینده دارین که بخوانین یا چی؟ نه کلش از ذهنم برآمده و دیگه هیچ ذهنم نمیاد. حالا فعلا در فل حال شما کدام زمزمه میتونن برام؟ نه دیگه ما خو اول گفتم که از ذهن کلش کشیدم دیگه نمیشه. یکی تو توبه کشیدم دیگه از ذهن به درک ما میاله هیچ که ما فکر میکنم هیچ خاندان ما علی گفتن نمیتونم، چرا که ما از ذهن کلش کشیدم دیگه به درد نمیخوره دیگه. خب درست است عاشق صاحب. کدام ترانه ای تو اناشید اسلامی شما میتونین؟ نه دیگه ما خو خط یاد ندارم، که خط یاد میداشتم دیگه یک ترانه خو میخوام بودم مشکل گپ نه. کدام ترانه یاد ندارین؟ نه والا. خب عاشق صاحب از خاطرات دوره هنرمندی کدام خاطره در کدام محفل رفته باشین، کدام خاطره داشته باشین، کدام خاطره خوش یا کدام خاطره جالب داشته باشین میتونین بر ما بگوین که دمو دورانای وقت دو دورانه خو ما اول شما را گفتم که نمیتونم مشکلاتا ايش زندگی پیسه خود زندگی مشکلات را داره دیگه، نمیشه که همیشه همون تو چی میگم مایوس غمگین باشیم و بمانیم. هر کس در فامیل در زندگی خود هر کس هر نوع مشکل داره. حالا میشه که به بیننده های ما یگان خوش بسازیشان، یگان خاطرات خوشت مثلا برشان بیان کنیم. مثلا نشته چه میگه که دل غم نداری بز بخیر. بله بله. مشکلات های مردم خود زیاد است، خدا برای کل مسلمان آسان کنه، مشکلات های مردم حل کنه. خدا پاک هر مسلمان زندگی خوشی آرام داشته باشین که ما همیشه خوش می باشیم. سلامت باشین. آخرین پیامتون به هموطنان ما بگوین. دیگه سلام ما هم سلام ما برای وطن ما از ولس ما سلام برشان برسه. کدام بیادرای ما که در افغانستان هستند، که داخل خارج هستند، دیگه ما نمیره میخوایم از پیش افغانای خود نمیخواهش تا دارم که دست ما را اعلان نکنن، دست ما را بگیره قدی خود، ما را فراموش نکنن. ما که در این حالات هستم، در این مشکلات خود هستم، مشکلات ها سر ما آماده، باید مشکلات ما را قدی خود شریک کنم افغانان. بله دقیقاً هموطنان عزیز. خب بینندگان عزیز،
تشکر میکنم از شما که تا این دم با ما بودین و با هم زندگی سلطان عاشق مثل یک مستند دیدیم و واقعا من خودم شخصا خیلی جگرخون شدم که نفر در گذشته خیلی شان و شوکت و خیلی کشفش داشت و حالا در حالی است که نان خوردن خود نداره. فعلا دیگه خودشان رانندگی میکنن، راننده تاکسی هستن، دوام به گفته خودشان کار و بارشان نمیشه. انشالله اگر شما هموطنان عزیز کدام کمکی دارین یا داشتین، شما میتوانید در شماره که در زیر ویدیو میبینین همراه ما در ارتباط شوین. انشالله ما همانتی شما را به عاشق صاحب یا به فامیلای دیگه که انشالله در آینده می داشته باشیم همراهشان گزارشی برسانیم. چینل گل توت سابسکرایب کنین، لایک کنین و ویدیو را به دوستانتان شریک بسازین. تا برنامه بعد که در خدمت شما قرار می گیرم، شما را به خداوند یکتا و به همتا می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله.